این حضور چیزی که من بهش تعبیر میکنم ازش حضور رنگارنگ زنان، به این دلیل که زنان، به خصوص زنان جوان، تمام کلیشه های موجود در مورد یک زن فعال سیاسی و همینطور که کلیشه هایی که در واقع جدایی بین زن و مرد تو تظاهرات به عنوان یک قاعده مطرح میکرد شکستن. زنان جوان با ظاهری حاضر می شدن در تظاهرات، با ظاهر آرایشگر. همونطور که گفتم الهام یکی از اونا بود که در حالی که راجع به آرایش موش صحبت می کرد به همون اندازه مقاومت می کرد در برابر ضربات باتون. حضوری که در واقع به عنوان بدحجابی تعبیر میشه و همینطور در واقع حضور مختلف در صف مردان با هم و همینطور ایفای نقش هایی که از زن منفعل تو سریخوری که همیشه وای میسته عقب و نمیره جلو که کتک بخوره، بلکه وای میسته که مردا ازش حمایت کنن، خیلی بعید بود. به نظر میرسه که همه اینا رو اگه ما با هم در نظر بگیریم میتونیم پیام اصلی این که به این سوال جواب بدیم که این زنان، خواسته اصلی این زنان چیست و این زنان که هستن.